کمیسیون عالی اتستاسیونی یا وکی روسیه به خبرها درباره اثردوزی چندی از عالمان تاجیک روشنی انداخت. وکی روسیه در یک نامه جوابی روز 4 اپریل به رهبریت اکادمی علم‌های تاجیکستان گفته است فاشکاری‌های اخیری سازمان دیسرنت به آنها ربط ندارد و حکم نهایی نسبت به عالمان تاجیک نیست. طی 2 هفته اخیر پایگاه دیسرنت تقریباً 10 عالم تاجیک را به اثردوزی یا پلاگیات متهم کرد. در میان آنها دولتشاه گل محمدزاده رئیس ولایت ختلان و شاهین سعید پسر وزیر معارف و علمی تاجیکستان نیز هستند. فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمی علوم تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی رد و بدل نامه میان او و مقامات وکی روسیه را تصدیق کرد. او گفت برای مشخص کردن جزئیات خبرها درباره اثردوزی بعضی عالمان تاجیک به مقامات روسیه مراجعت کرده بود. حاضر یگون چی گفتن نمیتونم، من مکتوب کردم جواب اومد و صحبت. با گذشت تقریبا نیم ماه از پخش خبر درباره افشای گویا اثردوزی در رساله‌های برخی عالمان تاجیک، مقامات رسمی از جمله وزارت معارف چیزی نگفتند. اما لطفیه رجب و رئیس کمیته عاید به علم، معارف و فرهنگ مجلس نمایندگان این فاشکاری‌ها را زیر سوال برد. خودی گرفتنی همین عنوان نامزد علمی و دکتری این کاری یک روزه دو روزه نیست. وقتی که من پیشکی علاقه من همین از یک غالبر این کار نمیگذارد، از غالبرهای بسیاری میگذارد و برای همین گفتن که مثلا اکنون بعد گذشتن چند سال که مثلا این کارها رو بعداً مثلا میگویم که اون پلاگیات است، راستش بگویم من از این چیز کمتر حیران برای شبه‌آور است. بحث حمایه رساله‌های علمی در تاجیکستان از موضوعهای داغ در 2 سال اخیر به حساب می رود. به خصوص پس از آن که دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه در سال 2016 از حمایه رساله‌های علمی زیاد در تاجیکستان اظهار تعجب کرد، دوباره بحث تا کجا علمی بودن تألیفات محققان تاجیک سر زبان ها شد. کارشناسان با مقایسه از تعداد دارندگان عنوان علمی در تاجیکستان شوروی و پس از آن میگویند به یک بارگی زیاد شدن تعداد صاحب عنوان ها شبهه آور است. برخی دیگر از تحلیلگران تاجیک از وجود تجارت عنوان های علمی در کشور صحبت میکنند. از جمله اکبر ترسان اکادمیک تاجیک میگوید در کشور حالا بیزنس علم ارزش وجود کرده است. اکبر ترسان در یک پاسخ کتبی بر رادیوی آزادی گفت بازار سیاه رساله نویسانی و دیسرتاسیون خری کیها تفسیده است. عالمان را میدانم که کارشان تحریر علمی یا زبانی رساله های نامزدی و دکتری خام و ختیله عالم شوندگان می باشد. اینها ظهورات پدیده کلی‌تر می باشند که من آن را کروسه معنوی عنوان می کنم. پایان اقتباس. در عموم تحلیلگران میگویند عنوان علمی داشتن در تاجیکستان به مد تبدیل یافته، برخی با هر راه تلاش کردند تا صاحب مرتبه علمی شوند، اما برخی کارشناسان و آنهایی که در خارج از کشور رساله‌های علمی دفاع کردند میگویند مشکل اصلی با عنوان‌های علمی دست یافتن شخصانی تصادفی در آن میباشد که روند دفاع رساله‌های علمی در تاجیکستان آسان است.